چون در بسیار جایها درباره بزرگی مادر زن بسیار حرف میزنیم، اما نام پدرها را کمتر به زبان میاریم. اما میگویند پدر حاکم کلی خاندان است. اگر چنده که مادر به مثل زمین یکتا باشد، پس پدر این خورشید تابانی است در زندگی که به وی حیات هیچ است. میگویند درخت عمر انسان را یقین حاصل پسر باشد، پسر هم با ادب گردد گر استادش پدر باشد. پدر غمناک و هم مادر ز فرزندان ناقابل، پدر خوشنود میگردد پسر صاحب هنر باشد. ز فرزندان بیناموس پدر خار می شود افسوس، ولی فرزندی با ناموس به مانند سپر باشد. بارگر پدر جان مبارکتان باشد. آرزو میکنیم بگذار فرزندان نیک شما پیوسته دستگیر شما باشد. مبارک شود.